به این ترتیب نقطه های ریزی که توی مدل میبینیم اون رو به وسیله پاک کنه شارژی قرار میدیم، همه قسمت ها رو پاک میکنیم. نقطه های خیلی ریز نامنظم، بعضی جاها این نقطه ها به صورت خط کوچیک هستند، اونا رو همشون قرار میدیم، بعضی کم رنگ هستن، بعضی خیلی تیره. بعد بلافاصله دورشون رو با مداد کنتسافت یا میتونید با مدیوم هم دورش رو تیره کنید تا نگین های ما اینجا دیده بشن. به این روش ما حجم نگین ها رو نشون میدیم. اگه اول کاملا تیره میکردیم بعد با پاککن برقی اون قسمت ها رو تمیز میکردیم، پاک میکردیم، ولی به سختی میشد این برق های خیلی سفید رو ایجاد کرد. به خاطر این زیر سازی کارمون رو ما تقریبا درجه 2 تیره یا درجه 3 تیره قرار دادیم. بعد تیرگی های خیلی شدید رو هم بعداً اضافه کردیم. به خاطر این نگین هامون بیشتر و بهتر و طبیعی تر دیده میشن. دوباره همین کار رو ادامه میدیم. همه قسمت هایی که توی مدل میبینیم ریز به ریز، همه قسمت های مدل رو به خوبی نگاه کنید، همه قسمت ها رو کار کنید. برای نگین های بزرگ هم همچنین بعضی قسمت هاش رو سفید کردم، اون قسمت هایی که خیلی روشن بود رو پاک کردم. بعد اون قسمت هایی که خیلی کم رنگ بود، برخای کم رنگی داشت، اون رو با پاککن فرچه‌ای روشنایی قرار دادم. بعد روشنایی شدید رو هم با پاککن برقی. همه بافت مقوا رو پر میکنیم و کاملا تیرش میکنیم. تا آخر ادامه میدیم. تا برسیم به اون قسمتی که پوست لابلای ماسک صورت، اونجا رو هم روشن میکنم، بهتون کاملا توضیح میدم. بعد خودتان کاملا ببینید توی تصویر، چون سرعت فیلم رو کم کردم که کاملا ببینید. حتما دوره اونجایی که پوست صورت دیده میشه اونجا رو حتما دورش رو تیره کنیم تا مرز بین صورت و نقاب دیده بشه. اینجا یه کوچولو یه نگین نزیاد بزرگ و نزیاد کوچیک وجود داره که اونجا رو بهتون نشون میدم. دورش رو ببینید، دورش یه گردیه با نقطه های نامنظم نشون میدم. اینجاها رو من از قبل نکشیدم ولی به مدل خوب نگاه میکنم و به صورت چشمی ناطره میکنم. نگاه کنید اینجا تیرگی وجود داره، تیرگی رو حتما میذاریم سر جاش. بعضی جاها روشنایی های رو لابلاش قرار میدیم. باید حتما به مدل به خوب نگاه کنیم.
میام اینجا سایه زیر پوست، سایه ماسک صورت روی پوست افتاده، اون کناره ها رو تیره میکنم، نه کاملا تیره، حالت سایه میزنم. کنارهاش روشن میشه، اونجا که سایه ماسک رو نشون میده رو سایه روشن میزنیم با محو کن، محو میکنیم. بعد این کناره ها رو روشن میکنیم. روشنایی پوست رو به ما نشون میده. نقطه های خیلی ریز با پاک‌کن خمیری میذاریم. یه تیکه از ماسک رو اینجا بهتون آموزش دادم، نگینه‌هاش رو کاملا آموزش دادم. بعد باقی قسمت ها رو هم با توجه به این آموزشی که بهتون دادم پیش برید. فقط دقت کنید اگه میخواین که سردرگم نشین موقع کشیدنش، تمامی قسمت مدل رو جلوی چشمتون نذارید. نگاه کنید که من مدل رو یه قسمتش رو جلوی چشمم گذاشتم که باقی قسمت ها رو زیر مقوا قرار دادم که برام سخت نشه، چشمام اذیت نشه یا اشتباهی نگیرم. یه نگین رو دارم طراحی میکنم، نرم سراغ این نگین دیگه. شما میدونید حتی خیلی کمترین قسمت هم جلوی چشمتون بذارید، رفته رفته که دارید پیش میرید و طراحیتون ادامه پیدا میکنه، نگران میکشید، این قسمت ها رو بازتر کنید، کاغذ رو در بیارید از زیر مقوا، بعد رفته رفته کامل کنید و خسته هم نشید. سفیدی شدید روی پوست رو با پاک‌کن شارژی ریز به ریز قرار میدم تا پوست رو، روشنایی پوست رو نشون بدم.